تاچ گوشی سامسونگ رو میز و سطح صاف کار نمیکنه. دلیلش اینجا استودیو دیجیتاکه و میخوایم یکی از اون باگ‌هایی که خیلی از سامسونگ فنا باش درگیرن رو حل کنیم. واقعیت اینه که گوشی‌ها از صفحه نمایش لمسی خازنی که با بار الکتریکی پوست ما کار میکنن استفاده میکنن. وقتی گوشی توی دستت، بدن یه مسیر جریان الکتریکی طبیعی ایجاد میکنه و تاچ خوب کار میکنه. اما وقتی گوشی رو روی میز میذاری، اون اتصال بین دست و بدنت قطع میشه. یعنی صفحه لمسی گوشی ما دنبال یک مدار بسته واسه انتقال بار الکتریکیه و وقتی اون رو روی زمین میذاریم نمیتونه تشخیص بده که لمسی اتفاق افتاده. خب حالا راه حل چیه؟ نگران هیچی نباش، ستینگت رو باز کن. بیا پایین به بخش دیسپلی میرسیم. دیسپلی رو باز کن. اینجا دو تا گزینه داره. اکسیدنتال تاچ پروتکشن. این چیکار میکنه؟ میاد جلوگیری میکنه از لمس اضافه گوشی. یعنی وقتی گوشیمون روی میزه یا نه، گوشی تشخیص میده که صفحه تاچ نشده و این واسه کاری که ما میخوایم یه خورده مشکل. این رو باید خاموش کن. گزینه بعدی تاچ سنسیتیویتیه. حساسیت تاچ گوشیت رو میبره بالا. ممکنه یه خورده باتری گوشیت زودتر تمام بشه ولی ارزشش رو داره. خب مشکل حل شد. الان بدونین که گوشی رو از روی میز برداری، تاچت راحت کار میکنه. راستی توی این ویدیو S24 FE رو بررسی کردم. اگه میخوای بخریش حتما ببینش.